اگر الان هیچی از برقکاری نمیدونی این ویدیو مال توه و اگر هم چند سال سابقه کار داری پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو رو ببینی، چون احتمالاً چیزی رو بهت یاد میدم که خیلی از افراد بعد از چندین سال کار کردن متوجهش نمیشه. اجازه بده یه سوال ازت بپرسم، اینکه برقکارها به نظر تو دقیقاً چه کار میکنن؟ سیم میکشن، فیوز عوض میکنن، کلید نصب میکنن، پریز نصب میکنن؟ اگر جواب این سوال ها رو دادی اشتباه نکردی، اما هنوز اصل ماجرا رو نمیدونی. فرض کن وارد یه ساختمونی میشی، یه نفر میگه چراغ روشن نمیشه، یه نفر میگه جای کلید پریزا درست بسته نشده، یه نفر میگه از برق گرفتگی میترسم، یکی میگه قبض برق زیاد افتاده، یکی میگه خونه تاریکه. ظاهر قضیه اینه که همه افراد در مورد برق دارن صحبت میکنن، اما واقعیت چیز دیگه ای. این افراد دارن در مورد مشکلاتشون صحبت میکنن و برقکار باید بیاد اون مشکلات رو حل بکنه. پس اولین تغییر ذهنیت اینه که برقکارها فکر میکنن که از کار کردن درآمد کسب میکنن، اما بازار به کار کردن پول نمیده، بازار به مشکل حل کردن پول میده. اجازه بده با این مثال ساده توضیحش بدم. دو نفر رو تصور بکن. اولین نفر میاد میگه که من سیم کشی انجام میدم و دومین نفر میاد میگه که من کاری میکنم که ساختمون شما ایمن‌تر، جذاب‌تر و مطمئن‌تر باشه. هر دو تقریبا یک کار انجام میدن ولی نگاهشون متفاوته. این وسط یکی خودشو مجری میبینه و یکی خودشو حل کننده این مسائل میبینه و بازار هم معمولا اون نفر دوم رو بیشتر براش احترام قائله. دومین تغییر ذهنیتی اینه که یه اشتباهی بین تازه کارها وجود داره که میگن اول ما باید همه چیز رو یاد بگیریم بعداً وارد بازار کار بشیم، که این غلطه. هیچ برقکاری رو زمین وجود نداره که همه چیز رو بلد باشه، چون که پیشرفت مداوم تکنولوژی و مطالب زیاد این اجازه رو نمیدن. حتی حرفه‌ای ترین افراد هم هر سال دنبال یادگیری هستن. پس تفاوت افراد تو این نیستش که یکی بلده اون یکی بلد نیست، تفاوتشون تو اینه که یکی یاد گرفته چطوری یاد بگیره. سومین تغییر ذهنیت. اجازه بده یه سوال دیگه هم بپرسم. فکر می‌کنی مهمترین ابزار برقکار چیه؟ سیمچینشه، دنباریکشه، انبردستشه، مولتیمترشه؟ هیچ کدوم از اینا نیست. مهمترینشون اون مغزشه، چون که اون مغزه که میگه چی جوری از اون ابزارا استفاده بکنه. پس اگر ذهن درست فکر نکنه بهترین ابزار دنیا هم کمکی نمیکنه، اما اگر ذهن بتونه درست تحلیل بکنه با ساده ترین ابزار هم میتونی بزرگترین مشکلات رو حل بکنی. رسیدیم به بخش مهم ویدیو. میخوام یه راز خیلی مهمی بهت بگم. هر شغلی دو تا سطح داره. سطح اولش انجام دادن اون کاره و سطح دوم فهمیدن علت انجام دادن اون کار. بیشتر افراد سالها توی سطح یک گیر میکنن، اما درآمد، رشد و پیشرفت توی سطح دوم معمولا. وقتی دلیل ها رو بفهمی، سریع یاد میگیری، اشتباهات رو راحت میفهمی، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنی و مهمتر از همه میتونی مسائل سخت جدیدی رو حل بکنی. میرسیم به قسمت جمع‌بندی. اگر که تا اینجای ویدیو همراه من بودی میخوام اینو بهت بگم. برقکاری فقط یاد گرفتن سیم و کابل نیست. برقکاری یاد گرفتن یه مدل فکر کردن، مدلی که بهت کمک میکنه مشکلات رو تحلیل کنی، راه حل پیدا کنی و برای دیگران ارزش ایجاد کنی و هرچی ارزش بیشتری ایجاد کنی درآمد بیشتری هم خواهی داشت. در ویدیو بعدی میخوام در مورد اشتباهاتی صحبت کنم که باعث میشه خیلی از برقکارها به اون درآمدی که لیاقتشون رو نرسن. پس اگه هدفت این نیستش که فقط چند تا نکته فنی رو یاد بگیری و میخوای عمیق‌تر موضوعات رو درک بکنی و بفهمی، ویدیوی بعدی رو از دست نده.